رفتار ملایم منم میبینین. به به، چقدر دستپختت خوشمزه است. چقدر جالبه نه؟ آدم با چشیدن طعم غذا یادش میره که یه روزی باید طعم مرگم بچشه. حالا با داشتن یه همچین زندگی چرا حرف از مرگ میزنی؟ اگه در طی همین حرفا مرگ به سراغتون بیاد چی؟ این چه حرفیه میزنی جونم؟ چی شد؟ نفسم داره بد میاد. نفستون داره تنگ میشه نه؟ واسه چند لحظه دیگه اذیت میشید، بعدش قلبتونم از تپش وای میسه. چی ریختی تو غذا؟